امیرالمؤمنین فرمود ما لله آیتون اکبر منی، یعنی امیرالمؤمنین خودش آیه است. این که میگیم فضیلت بر انبیا، اون نبی باید یه عصایی دستش باشه، یه انگشتری داشته باشه. یه امیرالمؤمنین به دست خودش در خیبر رو میکنه. ما لله آیتون اکبر منی، یعنی هر کس که به فطرت خودش امیرالمؤمنین را میدید متوجه خدا میشد. جلوه الهی داره حجت خدا. ائمه علیهم السلام آیات الهی هست. انبیا معجزه شون آیات الهی بود، ائمه علیهم السلام خودشون آیه الهی هست. خود این وجود نشانه است. بیانه یعنی چی؟ یعنی یه امر روشن و واضح، کسی درش تردید نمیکنه. چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان و بیانه. اهل یمن اومدن به خدمت پیغمبر اکرم تو مسجد، گفتن آقا بسی شما کیه؟ حضرت فرمودن که برین در بین اهل مسجد ببین میلتون به کیه. همشون رفتن دست کشتن رو شما. دقت کنید این روایت نمیگه که یعنی آقا هر که دوست داشتی برو جانشین من هست. اینو نمیگه، داره فطری بودن وصایت که هر کس به فطرت خودش اگر بیاید مشتاق امیرالمؤمنین